فرض کن مهمون داری، کمتر از 1 ساعت اینو درستش میکنی و داغ داغ از مهمونت با این پذیرایی میکنی. لول کاری چقدر تغییر میکنه؟ خیلی خوب شده. خیلی خوب شده. فقط برید درست بکنید. کلاست از اینجا میاد اینجا. اینجوری بهت بگم. بدون فوت وقت بریم سراغ اصل مطلب. زردمون رو با یه مقدار وانیل مایع با همزن دستی همینجوری هم میزنیم تا این شکلی بشه. کره به دمای محیط رسیده رو بهش اضافه میکنیم و با همون همزن دوباره هم میزنیم تا اینجوری بشه. خیلی نمیخواد البته هم بزنید، در حد 1 دقیقه 2 دقیقه کافیه. بعد ماست رو بهش اضافه میکنیم، دوباره هم میزنیم. ممکنه یه مقدار بریده بشه ولی هیچ مشکلی نداره. آردمون رو میاریم، بیکینگ پودرمون رو بهش اضافه میکنیم، پودر قندمون هم بهش اضافه میکنیم و با هم کاملا مخلوط میکنیم و بعد به موادمون اضافه میکنیم. و بهتره که تو 2-3 نوبت آردتون رو به مواد اضافه بکنید تا خمیرتون گوله گوله نشه. بعدش خمیرمون رو ورز میدیم، اونم با نوک انگشت. حواستون باشه که خیلی خمیر رو ورز ندین چون به روغن میفته. خمیر آماده است، میذاریم داخل مشما، قشنگ درشو میبندیم و حدوداً 45 دقیقه تا 1 ساعت میذاریم تو یخچال که استراحت بکنه. بریم سراغ مغز قطاب. بادوم، پسته، گردو، فندق، هر چی که دوست داشته باشید میتونید آسیاب بکنید و با پودر قند و پودر هلتون کاملا مخلوط بکنید. یه مقدار گلاب بهش اضافه میکنیم که فقط حالت خمیری بگیره. کاملا با هم مخلوطشون میکنیم تا به یه همچین بافتی برسیم. شد مغز قطابمون. خمیر از یخچال در میاریم و با وردنمون کامل پهنش میکنیم و با کاتر یا هر چیزی که بتونید برش بزنید خمیرتون رو برش میزنید. مغزجاتمون رو میذاریم وسط خمیرمون و طبق ویدیو میپیچیم. خدایی خوشگل نشد؟ حالا همشو میچینیم و میریم برای فر. فر برقی 160، فر گازی 180 درجه به مدت 1 ربع الی 20 دقیقه. سرخ هم میتونید بکنید ولی من اصلا توصیه نمی کنم. تو فر عالی میشه. ببینید چقدر خوشگل شد. حالا یه مقدار که خنک شد پودر قند رو میاریم میندازیم وسط پودر قند، بالا و زیر روش رو همه رو با پودر قند میپوشونیم. به همین راحتی میتونید درست بکنید، نوش جان بکنید و لذتشو ببرید. لایک، کامنت و شیر یادتون نره.